در کافی شاپ که کار میکنم نجاتی هر کس میامد به خدا نمبرت میگم نمبر نجاتی را بده میگم ما وقت نمبرت ندارم میگم از پیش شدید دوا بگیریم کار برد اینجا جور بود ناق رفتیم والا کار خوب بود اونمو یک مریض می بردم نه زندگی خوب بود اونمو جا بخی آمدم خانه خواب میکردم آسو در این وقتا میفهمی یک مریض می بردم من یک 30,000 لیر ما پیدا میکردم 25,000 لیر کار میکردم 30,000 لیر 25,000 35,000 لیر یک مریض می بردم دما بسم بود یک مریض زیاد آمد با خدا قسم از نمی آسو جان ما دل انبر داشتم هم یک تاش نمبر کاریم بود 24 ساعت زنگ می آمد اگر ما او را مریضای مهم جواب میدم اونا ما را کلش اگر جواب میدادم بابرد نه ما مانه انیمای امی دا پیسه ایرو بگم یا لیره چیز بگم امی دلار بگم یا لیره بگم مانه 1,00,000 لیر 1,00,000 لیر 2,00,000 لیر 80,000 لیر 30,000 لیر ما چی میکنم بخاطر که اوج مریض میبردم هم پیسه دار پیسه شم میگرفتم به پیسه را دوش یک افغانای مانه بود هر کشور میامد اونم جا میبردم کمیشن خودم هم کمیشن که من مریض ببرم نمی بردم اونمو ترکا اونمو دکترها میگرفت من می بردم مثلا یک دانه مریض 80,000 لیر عملیات میکردن 30,000 شیمه بود 50,000 از شب خانه والا بود 30,000 من کمیشن مرا میدادم من می بردم بار نجاتی جور بوده که حال رفت آلمان خیره که روز است میایه سر آدم شما تو گپا میزنین کاربار اینجا جور بود به خدا هر کس نماده کافی میگم نمبر نجاتی را بده دوا کار میشه یا کسی تو خود اگر برکل اگه معلوم است نجاتی تو سر چیزای ناقم کلیت خراب نکن خودم تو لای دیگه نه خود اقصیش نیستم خواهر روزگار است پیش انسان از پخش بلندی داره دیگه انسان در یک حالت نمی باشه راست خوش آمده آمدی آسان دقیقه گپا نشه خود دقیقه گپا نشه دیگر کم کنه که جور میشه انشالله کلی زیر میکنه دوای چی؟ دوای خارشتک بگه دوای چی باشه؟ اینجا خوب کلا گیره خارشتک گرفته بود آسان جان بغیرش خاشقی خوب دیده بودی ما یک خدمتگار افغانا بودم خانه کرایی اسناد نمی داشته باشند در ترکیه ما در خدمت افغانا بودم افغانایی که من میشناختم گشنه و تشنه سرم مرز می اومد بلیت گفته اگان تو پیسی تاکسی بده در خونه جای بده سر کار پر رفته خرچی بده تا سر پاشه و پیسی تا بده دیگه گفته اگان تو اجازه را ایزم برگه میگه ایزم برگه برای جور میکنم که لال الیاس در اتوگار که بود دیگه بلیت اتوبوس برش میگرفتیم خانه کرایی مثلا باز فامیلیا که اسناد میذاشم مجرد یا هر مشکلات کدام مشکلات نفرایی که نابلد بود میرفتم لیوان میبردم کنسولگری افغانستان دیپورتی خطش هم میگرفتم برای جور میگم بلیت تیاریش هم میگرفتم ای کدام بگم اونجا میرفتم برای وطندارا کسایی که مثلا چیز بکار داشت زامن کار داشت زامن چی میگه امی شاید در ترکیه کس کی کارم میکردم میرفتم در وطندارا خود من خودم شاهد میشدم دیگه وطندارا میبردم شاهد میشدم در کنسولگری اگان مشکلاتایشان میبود شاهد میشدم دیگه ملا در وطندارا بکار میبود نه هر نگاه مشکلاتشان نبودم دیگه اونمون نجاتی افغان بود یگان تارسی میکرد ملا کار میشد در نکاوی گپاش ملا رو نجاتی پیدا میکرد شاید هم که نمیداد خود شاهدی میداد نه آسا جان خان من چی میکردم فهمیدی